بسم الله الرحمن الرحیم. این کسلی گذرنده، این یعنی دردی که امروز عالم را تشویش کرده است، در اصل چی کسل است؟ وقتی از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم میگه پرسیدم پیغمبر بزرگوار برای من خبر کرد که انه عذاب بعثه الله علی من یشاء. گفتن این یک نوع عذاب خدا هست. در اصل این عذاب الله هست. این عذابی که وقتی به بالای یک جمعیت میآید و عامه را هلاک میکنند، این غضب خدا است، این عذاب خدا است، این عتاب خدا هست. اگر شما اهمیت داده باشه، اصل پیدایش این کسل از کجا سر شد؟ از چینه، از خیتای. پیدایش این کسل از اونجا سر شد. سببش هم در این بود برادران بزرگوار من. مردم خیتای، حکومت و مملکت خیتای به خود می نازید، افتخار میکرد به اون یعنی ترقیاتی که امروز در خود داشت می نازید. به حد و حالت رسید که مردم مسلمان اویگور را قتل عام میکرد، زنها و دخترهای اونها را تجاوز میکرد، فرزندای اونها را مجبوراً از اونها جدا میکرد و برای اونها طعامهای حرام میخورانید، مسجدها و عبادتخانه‌های اونها را ویرانه میکرد و اونها را نمیگذاشت که آشکار عبادت و بندگی الله داشته باشند. و یگان حکومت جرأت و قدرت نمیکرد که این جنایت این حکومت ظالم را یعنی محاکمه کند، یعنی بزید اون چیزی گفتار داشته باشه. وقتی این مملکت و حکومتی که به خلق خدا چنین ظلم و جبر کرد، الله رب العالمین به آه و دعای کدام مظلوم اویگوری رسید، دعای کدام برادر مسلمان من و شما را قبول کرد و قطره آبی دیده اون مظلومه و اون عاجزه هایی که در روی عالم امروز از جانب ظالمین و متکبرین یعنی در حالت جبر و ظلم قرار دارند، و آه و به دعا و به فریاد اونها رسید. این عذاب هست از جانب پروردگار برای بعضی من. الله رب العالمین از این دم دیده عذاب سخت‌تر دارد برادران عزیز. این یک عذاب اندکی هست که امروز این همه پروفسورها و متخصصها و طبیبهای دنیا در معالجه و طبابت و حیران مانده اند. یک عذاب اندکی هست، او را دیده نمی شود. امروز مردم به خود ناماندند که ویروس. الله رب العالمین از این دم دیده عذابهای سخت دارد. الله رب العالمین عذاب زلزله دارد. اذا زلزلت الارض زلزالها. الله رب العالمین و چنان قدرت و قوت دارد که اگر غضبش بیارد زمینی که آرام و قرار است در لرزه می درآرد. الله رب العالمین با چنان قدرت و قوت دارد که می تواند که در زیر قدم من و شما زمین کشاده بگرداند و عالم فرو ببرد. چون که ملک الله است، زمین الله است، زمان الله است. این قدرت دارد. الله رب العالمین به سوی بعضی بنده های متکبر، بنده های سرکش، بنده های ظالم، بنده های نافرمان بردار، بنده های جنایتکار و خیانتکار، این چنین بلاهاش میفرستند، این چنین عذابهاش میفرستند. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که گفتن این بلا، این وباهایی که یعنی هست، وقتی به بالای کدام مردم کدام شهر و دیار و منطقه آمد، اهل اون منطقه باید از اونجا خارج نشوند، بیرون نشوند، در اون منطقه یعنی صبر کننده باشند، از خداوند امید ثواب کنند در این بلا و مصیبت.
صبر کننده باشند و هر شخصیتی که اگر از این وبا و بلا وفات کرد، بندگی کرد، یعنی در اون حالت آرام شد، مسلمان بود، بنده صالح صادق خدا بود، اگر این وبا این درد او را سرایت کرد، تأثیر کرد و از این وفات کرد، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم اون شخصیت شهید شده است، درجه شهادت دارد. و در روایت دیگر که این حدیثی صحیح است، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم تا وقتی شنیدید که در هر منطقه هر جایی که این چنین وباها چنین کسلها آمده است، در اون شهر و در اون منطقه داخل نشوید. یعنی انسان ها هم وقتی میدونه که یعنی در شهر خیتای و امروز در شهر ایران هم است و در عراق و در بعضی مردم افغان و دیگر شهرها هم این کسل یعنی تأثیر کرده است، پیغمبر بزرگوارتون وقتی شما شنیدید که در اون شهرها این کسل هست، در اون شهر شما داخل نشید و شخصیت هایی که در داخل اون شهر هستند از اون شهر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم باید که بیرون نشود، باید در اونجا یعنی صبر کننده باشد. و گفتیم که هر شخصیت، هر انسانی که از این درد اگر مسلمان باشه وفات کنه، جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم که حکم اون شخصیت حکم شهادت داره، یعنی اون شخصیت شهید شده است. برادران عزیز، شاید که از بعضی ها سوال شود، از بعضی برادرها سوال شود که البته برای مردمی یعنی بیدین، برای مردمی متکبر و ظالم، برای مردمی از خدا بیخبر این عذاب است، و چه خاطر این یعنی عذاب الهی، این درد ناتفاوت شونده به بالای مسلمان ها را آمده است، به بالای مردم ایران آمده است، به بالای مردم افغان آمده است، به بالای مردم عراق و دیگر جاها را آمده است. متاسفانه دیروز خبر ناخوش ما شنیدیم که یک مدت معینه حرمین شریفین داخل شدن را منع کردن، دیگر عمره رفتن نمی شود، عمره رفتن را منع کردن. شاید اگر این کسل دوام کند حج فرضی را رفتنش منع کنند. چند لحظه پیش دادر عزم کاری نعیم جان برای ما نشان داد حرم خالی از شخصیت دوجه، نه طواف میکنه شخصیت در کنار حرم دیار است. این خیلی مصیبتی داغی سختی است. سببی که این کسل در حیات ما مسلمان ها پیدا شده از این است برادران عزیز بزرگوار. امروز مسلمان و مسلمان زاده زیناکار شده است، امروز مسلمان و مسلمان زاده عرق نوش شده است، امروز مسلمان و مسلمان زاده ریباخور شده است. بعضی از اونها حاجی هستند، بعضی از اونها نامدار هستند. امروز مسلمان و مسلمان زاده فریبگر و دروغگو و خیانتکار شده است. وقتی از حد کشیده الله، از قانون الله، از گفته الله بیرون شدی، منتظر این وباها باش، منتظر این عذابها باش. رب العالمین در قرآن قصه قومهای زیادی را آورده است، اونها را هلاک کرد. قوم حضرت نوح خداوند به سبب غرق کردن و غرق شدن هلاک کرد. قوم حضرت لوط به سبب یک پارچه زمین چپه کردن هلاک کرد. قوم حضرت صالح به سبب باد و شمال هلاک کرد. اون اللهی که مالک و خالق کل اشیا هست، اون الله این قدرت داره که من و شما هم از روی این نافرمانبرداری و خیانتکاری و جنایتکاری هلاک کنه. مؤمنی و مسلمانی این نیست که فقط به زبان بگوی. مؤمن و مسلمانی این نیست که فقط نماز جمعه آمدی خود به تواضع و خاکسار و عبادتگر نشان بدهی، اما از در مسجد بیرون شدی درون سیاه باشد، در فکر گناه باشی، در فکر خیانت باشی، در فکر جنایت باشی، در فکر بد دیدن و تحقیر و فتنه و فساد جامعه باشی. رب العالمین میفرمایند ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد در روی عالم پهن شده است، در خشکه و در بحرها، از روی کسب مردم، از روی کردار مردم، از روی کسب دست مردم. که مردم امروز اکثر سوداگر ما در بازارها سوال میکنن که حضرت
در تگ پاپوشی اگر یک چیز زیادی بمانی، آیا البته را گناه است، البته را حرام است، البته را معنی است. وقتی سوداگر خیانتکار شد، منتظر چنین عذاب باشه، منتظر چنین بلای الهی باشه.